خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو می‌خوایم یه پیوند بین‌الکنسولی عجیب برقرار کنیم بین کنسول‌های Xbox 360 و PS1. ما می‌خوایم تو این ویدیو یه Xbox 360 رو باز کنیم و همه اجزای داخلش رو نه توی یه PS1 بلکه 2 تا PS1 که یکیشو قبلا تو ویدیوهای شورت براتون باز کردیم می‌خوایم تو اینا جا بدیم. حالا ایده‌اش از کجا اومد؟ از اونجایی که بهمون گفته بود یه PS1 رو باز کنیم، ولی ما دیدیم باز کردن PS1 به تنهایی در شأن مخاطبین حواسگاه نیست. برای همین تصمیم گرفتیم که پیوند بزنیم که هم بازش کرده باشیم، هم اون رو باز کرده باشیم، هم کلی محتوای جذاب شما رو. دقیقاً. پس بریم که اولین پیوند بین‌الکنسولی تاریخ یوتیوب فارسی رو رقم بزنیم. شروع کنیم با 360. نظرته؟ آره از دور خارج کنیم. آقا 360 از کجا باز میشه؟ بچه ما تو اولین قدم ایستادیم، یعنی به پیچ هم نرسیدیم. تو اینکه پیچ کجاست رو مشکل کنیم و سرچ کردیم دیدیم که اینجا یه بیزبیل داره. بیزبیل رو آپارسان خواهش کنیم که شما بکشی اینطوری بدین اینجا باز میشه. میریم به سراغ قدم بعدی که مثلا سرچ های دوباره فراوان به دست آوردیم. اینکه اونجا رو باید باز کنیم. به این شکل باز کنیم. میریم سراغ اون برای کنسول. برای کنسول نیاز به دو سو داره. دو سو رو می‌ذاریم تو. که اومد بالا از اینجا میگیری برای اینم باز میکنیم. خب من خوش آمد از نوعی که همه چی ببین خیلی سخت بود. بچه اینه که این بری کردیم که این روش رو برداریم. چرا فلزه؟ چقدر زنگ زده است. بچه این ایکس باکس من چون که ما سری بچه 7-8 ساله‌ای بودیم که با دست چرم ریدیم توش. آره همین که آقا اسلام فهمیدن. بچه فنم باز شد و اون حرکت که ویدیو اول می‌خواستم یه کیس بزنم شد شاید بشه. آرزو بده. نشد. برو. بچه ما الان یه مشکل عمده داریم که یه سری از خورشیدی‌ها از خورشیدی که ما داریم کوچیک‌تر نمیدونم چرا، اما به نظرم با 4 سو اینا بیافتیم به جونش بچه ها چیزی که هست که میشه این بردو از اینجا در آورد. تنها مشکلی که ما داریم این خارایی که اینجا هست و همون خورشیدیایی که احسان که از این پشت خارا شده بریم. بچه همه این چیزایی که اینجا می‌بینید وسایلی که ما باید سعی کردیم این پیچه خورشیدی رو باز کنیم و نشد. آخر با این الکترود موفق شدیم این پیچه رو باز کنیم. حالا در واقع پیچ‌کشتی ساختیم. اومدیم اینو با سنباده، سوهان، فرز و چکش شبیه دو کردیم با دعا. بعد بالاخره ما میتونستیم باز کنیم ولی دست کسامون نمونده. واقعا من دستم نمونده. چرا این احساس میکنم جانم خیلی روونه رو هست. بچه این بردی که کلی واسه زحمت کشیده بودیم و بالاخره باز کردیم و حالا مرحله باز کردن PS1. اگه میخواید که با جزئیات فراوان توی PS1 رو ببینید ما شورت گذاشتیم در این مورد، اما اینجا سریع باز میکنیم براتون که برسیم به اصل کاری که بعدا نشه. بچه ما یه دیزاین همینجوری که PS1 رو باز کردیم و دل و روده 360 اینجا بود یه فکرایی کردیم که چجوری اینا رو با هم ادغام کنیم که در واقع بین‌الکنسولین زیبایی در بیاد. برای همین به نتیجه رسیدیم که باید یه جایی از اینا ببریم. اگه اینا جا میشدن تو هم که جا میشدن، چرا نه گنده بودون نمیشه که. باید این توشو ببریم و این پشتشو هم ببریم. خب بچه ما به اجبار مجبوریم بیاییم بالا که تمرکز کار داشته باشیم. برد ایکس باکس بزرگترین چالشمون بود برای جا کردن. بعد از اصلاحات فراوانی که می‌بینید اینجا روی PS1 انجام دادیم بالاخره میتونیم PS1 رو فیکس کنیم و برد البته که صندوق عقبش بیرونه اما جا بشه. درد و نفرین بر سفر با همونجوری که مشاهده میکنید اینجا قسمتی که CD درج میشه
این بخش روی PS1 مونه. اینجا قسمت دکمه است. اون تو میتونید بورد رو ببینید و از این پشت اگه چرا لطف کنن اینجا کاب ها میخورن. اینجا ما چیز کردیم یه ذره کلا کار سختی بودشی که ابعادش رو چیز کاره، ولی دیگه شد. به زور زحمت تونستیم که این کارو پیش ببریم و بخوایم تستش کنیم ببینیم که چه جوری میشه. HDMI اینا که بس، اونم که بس. چی میخوایم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کنسول چه روشن نمیشه. اونو بیرون بس کن. خب یا ابوالفضل یا ابوالفضل وای CD هم اومد. پشمانم CD رو واقعا دیگه فکر نمی‌کردم. خب اومد بچه‌ها ایکس باکس رو می‌بینید که اینجا اومده بالا و وای برمن چی دیگه از این بهتر. یا اینم تست کنیم برای باز کردن CD. وای من CD توشه. CD چی توشه؟ رفت تو CD. یه دونه استرایو فراری توشه. پشمام نمیگیره بچه ها. کابوتاره چرا؟ بابا Nope. چرا؟ خود داره شاددان میشه. بچه کنسولای قدیمی همچون مشکل هایی میخورن. دوستان هر نوع اروری که ممکن بود فکر کنم فهمید توی PS1. من اینو برمیدارم که این خورا خونکتر. من توقع داشتم ولی واقعا داغه. داغ شده. خیلی داغه. فهمشون بیا بچه ها داستانی که شما اینه که این فوق داغ شده. الان میخوام فنش رو بس کنم نگاه کنیم فنش چقدر باله. اینه که میزنیم تو خب فقط دیگه رخ کار یه ذره چیز میشه. ما فن رو میذاریم روش باد داغ نگاه قدیمی قشنگ گرم میزنه بچه ها. خب یه دور دیگه میخوایم تست کنیم. کنیم. خنک‌تر شه یه دور دیگه روشن شه. آره یه دور دیگه تست کنیم ببینیم که آیا میشه. خب میشه روشن شه. بچه یه دور دیگه ما روشنش کنیم. بچه اینجا میتونید اینم ببینید که چه دمایی چه سرعتی میده به فن. آفرین بچه ها من میبندم میشیم سری من بستنش فقط داد کنه. آمادن همه؟ فکر کنم الان سرعت فنه بره بالا. آره کردید بچه ها رفتیم تو بازی. بچه این ماشین بازی رو من خیلی باش خاطره دارم. وای رفتیم تو بازی. باشه یه دسته دیگه چیز کنیم پارسا 2 ساعت دیگه چیز کن 2 نفری بزنیم. این اونه که خیلی سخت بود. اون موقع برای ما خیلی سخت بود. الان نمیدونم چطوری. ریس برو کار. ماشینم خوبه. این فقط فراریه. آره دیگه. چی بازی مال فراریه. بچه بریم یه دست بزنیم ببینیم اصلا چند هرده ملاجه. چه کویک ریس میخوام فقط امیدوارم نتره که نسوزه چیزی اینجا. آره این آتیش بگیره برم چی میشه؟ چیکار میکنم؟ چقدر کند بوده. آدم CD رو چرا داد بیرون؟ میایم که استارت کنیم بازی رو با یه فراری خوبه داشتم بودن لامبورگینی. خب بچه جدی من ذوق دارم. ما منتظر میمونیم. وای خدایی کوالیتی نها کن. خفن. اون موقع این خفن ترین بود. خفن. یعنی اینجا نگاه. واو بچه ساعت دست کنیم الان دیگه یه دقیقه تو گفتی چجوری هر بار میای ما یه چیزی بگیریم اینجوری میشه.
فشار روانی داره مبارک میشه بچه تو احسانیست من اینو میگم که این اولین اختراع و ابداع ما نیست ما این هدفون هم قبلا ساختیم و توی یه پارت دیگه بهش قابلیت مکالمه هم اضافه کردیم اونم خیلی چیز خفنیه لینکش این بالا میاد اینا حتما ببینید خیلی باحال شده اگه از این سبک ادغام کردن و ساختن اسم جدید خوشتون میاد مثلا بنویسید چون که برنامه‌های خیلی خفنی داریم اگه استقبال کنید هر چه زودتر و زودتر اونا رو اجرا می‌کنیم خیلی باحال من سریع با تو عوض کنم کسی نفهمید هیچ کی نفهمید خب برو رفتیم دیگه برای چرا اینجا از پشت انقدر کمرش چه عوض میشه چجوری بی ایکس همونه این خرابه چون چی کجا برم؟ چرا اینجوری میکنیم آیو اول فصل بچه بازیش هنوزم مثل این سخته سخت نیست کنی یه ذره جویستیکت بده بچگیامون سخت بود الان بچگیامون خیلی سخت بود یه برو ببین یا جویستیکه داره همراهی نمیکنه یا هندلینگ ماشین واقعا راه نمیره جویستیک خیلی خسته است مثلا هست ای با 16 شدی با هندلینگ خوب بوده داشتم خوب میرفتم آره یه ها گوز شدی مثلا خیلی از ما دوری این دسته این چیزی نمید این دستو خیلی بهتره یه مچ بده این دست جدی بزن چرا این دست رو احسان اومده که جر بده دیگه یه احسان و فلو بابا خب برو کنار خب بچه دیدید از قصد قشنگ پیچی جدی بچه اینا فکر کنم تو دیفیکالتیش من نمیدونم فکر کنم تو گوشت سر اکسترا هارد پرو مکس فلان که دوباره 15 شده من نمیدونم چرا ماشین من اینجوری میکنه و نمیدونم چجوری من 15 شون سمتی دیگه عقب داده چرا دیگه استوب شد مجبوری بریم ماشین و تمام بابا بذار ما یه مسابقات نمیشه دیگه روشن نمیشه خب بچه با آخر نشدن ما این ویدیو به پایان میرسه این ویدیو برای خودمون خیلی جذاب بود واقعا حال داد امیدوارم به شما هم حال داده باشه و اگه ایده دیگه‌ای هم برامون دارید که چی رو با چی ادغام کنیم چی رو باز کنیم هر کاری که میخواید بگید توی کامنت ها واسمون بنویسید ما قول میدیم یا انجامش بدیم یا خفن‌ترش رو انجام بدیم مثل اینکه از این کامنت ما خفن‌ترش رو براتون انجام دادیم حرفی باقی نمیمونه خدا هستم خودتون نگه داریم که چیزیش نشه من بالا تو کامنت